درود به شما دوستان عزیز، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که با یه درس جدید در خدمتتون هستم. امروز قراره به یک موضوع بسیار مهم، به 3 تا کنکتور در واقع بپردازیم. حرف ربط که 2 تا جمله رو با هم وصل میکنن، بهشون میگن حرف ربط یا کنکتور. 3 تا از مهماش که خیلی تو آلمانی به کار میره رو انتخاب کردم که با هم بررسی کنیم، ببینیم چه تفاوتایی دارن، کجا استفاده میشن. در واقع این حروف هستن دن، وایل و دا. خب نوشتم از بچه های A1 بگیرید تا B2 یا C1 و کل آلمانی از این 3 تا استفاده میکنن، همیشه استفاده میکنن. احتمالاً میدونین که معنیشون چی میشه. معنیشون زمانیه که شما میخواین علت یه چیزی رو بگین، از اینا استفاده میکنین اول جملتون، دن، وایل و دا. حالا یه تفاوت‌های کوچیکی با هم دارن که امروز قراره با هم یاد بگیریم که چه تفاوتی با هم دارن. حالا بریم سراغ درسمون. نوشتم اینجا کاربردها کجا استفاده میشن. در واقع نوشتم این حروف ربط به طور کلی برای نشان دادن علت و سبب به کار میروند. علت و سبب یک کاری. خب اما ساختار و نکات خاص خودشان را دارند. یک کوچولو با هم فرق دارن. حالا این فرقا چی هن؟ می‌بینیم جلوتر میفهمیم. البته هر 3 را میتوان به جای دیگری مورد استفاده قرار داد. یعنی چی؟ یعنی که توی جمله یه بار میتونی از وایل استفاده کنی، یه بار از دن استفاده کنی، یه بار از دا استفاده کنی. هر کدومش رو هر جایی که دوست داری میتونی استفاده کنی، محدودیتی نداره. ولی اگر مثلا دن رو فلان جا استفاده کنی بهتره، وایل رو تو این جای خاص استفاده کنی بهتره، نمره بیارتره، یا نشون میده شما آلمانی بلدین. اوکی؟ فقط تنها تفاوتشون اینه، وگرنه همه رو میتونین هر جا دوست دارین استفاده کنین. حالا بریم شروع کنیم. اولین در واقع حرف ربط ما حرف دن هست، به معنای چون، زیرا و به این صورت ترجمه میشه. نوشتم برای بیان علت یا سبب در جمله مستقل یا بدون تغییر ساختار جمله استفاده میشه. در جمله مستقل یعنی چی؟ میریم جلوتر میفهمیم. معمولا برای متنها مورد استفاده قرار میگیره، یعنی اینکه توی نوشتار یا متنها اگر از دن استفاده کنی بهتره. نگفتم که ممنوعه مثلا وایل رو استفاده کنی یا دا استفاده کنی، ولی اگه دن رو استفاده کنی بهتر. اما میتوان برای صحبت کردن هم ازش استفاده کرد. گفتم محدودیت نداره، حتما توی متن ازش استفاده کنیم، ولی اگه تو متن بیشتر استفاده کنیم، توی صحبت کردن کمتر استفاده کنیم، هیچ بهتره در واقع. حالا زیاد حرف زدم، بریم سراغ مثال ها. Ich bleibe zu Hause، میگه من خونه میمونم. چرا؟ denn es regnet، بارون میزنه، چون بارون میزنه. اومدیم علت رو گفتیم، سبب رو گفتیم تو 2 تا جمله مستقل. جمله مستقل اینجا منظورم یعنی چی؟ یعنی اینکه با فاعل شروع میشه، بعد فعل، بعد مفعول. و جمله دومش هم همینطوریه، اول فاعل میاد، بعد فعل میاد و ادامه جمله. اوکی؟ مستقل منظورم اینه که 2 تا جمله رو اگه این دن رو حذف کنی، هر دو تا در واقع معنی مستقل خودشونو دارن، میتونی جدا ازشون استفاده کنی. اگه این دن هم نبود، ich bleibe zu Hause یک جمله است معنی داره، es regnet یک جمله است معنی داره. این 2 تا جمله رو به هم ربطش دادیم با دن. اوکی؟ مثال دوم، ist müde denn hat viel gearbeitet، میگه او خسته است. چرا؟ چون خیلی کار کرده. 2 تا جمله رو به هم ربط دادیم با استفاده از دن. پس این شد حرف دن.
فهمیدیم که جملاتی که دو طرفش قرار میگیرن هر دو مستقلن. یعنی چی؟ یعنی با فاعل شروع میشن، بعد فعل، بعد مفعول و ادامه جمله. و اینکه با دن این دوتا رو با هم ربطشون دادیم، تمام شد رفت. علت یا سبب رو نشون میده. بیشتر هم گفتیم در متن‌ها استفاده میشه. بریم بعدی. حرف وایل هست، نوشتم برای بیان علت یا سبب در جمله وابسته استفاده می شود. معمولا برای صحبت کردن و روزمره مورد استفاده قرار می گیرد. پس میخوای حرف بزنی، میخوای تو جملات روزمره با همکارت، با فروشنده، با رئیست صحبت کنی، میتونی از وایل استفاده کنی. اما میتوان برای متون هم استفادهش کرد. توی متن هم در واقع میتونی بنویسیش، فقط برای صحبت کردن نیست. ولی اگر برای صحبت کردن ازش استفاده کنی بهتره. تموم شد. مثال رو ببینید، مثل مثال قبلیه. Ich bleibe zu Hause. من خونه میمونم. اینجا اومدیم این دفعه از while استفاده کنیم. While es regnet. while که میاد فعل باید بره آخر جمله. همین باعث میشه که این جمله دوم شما وابسته حساب میشه. دیگه مثل قبلی مستقل نیستی، بهش میگن وابسته. حالا تو جمله مثال دوم بهتر میبینیم. Sie geht spazieren. او میره پیاده روی. Weil چرا؟ چون sie frische Luft möchte. او هوای تازه میخواد. اوکی؟ پس اینجا دقیقاً معلومه فعل رو انداخته آخر، فعل möchten افتاده آخر. پس شده اگه بخواستیم اینجا از دن استفاده کنیم چی میتونستیم بگیم؟ Sie geht spazieren denn sie möchte frische Luft. ولی اینجا ما از while استفاده کردیم، پس میشه while sie frische Luft möchte، رفته آخر جمله. اینا از while. بریم سراغ بعدی. دا هم به همون معنیه. نوشتم برای بیان علت یا سبب در جمله وابسته استفاده میشه. اینجا هم جمله وابسته، معمولا برای نوشتار و متون رسمی. پس دا رو توی متون علمی، تو مقالات، کلا توی متنها بیشتر از دا استفاده میشه، اما به ندرت در صحبت هم ازش استفاده میشه. معمولا در ابتدای جمله قرار میگیره. حالا بریم مثال رو ببینیم. نوشتم دا es regnet. از اونجایی که امروز بارون میزنه، چون امروز بارون میزنه یا میبارد، bleibe ich zu Hause. من خونه میمونم. پس میتونی از آنجایی کم این دا رو معنی کنی. از اونجایی که بارون میباره من امروز خونه میمونم. دا er krank ist. از اونجایی که او مریض است، او بیمار است، kann er nicht kommen. نمیتونه بیاد. اوکی، این هم از دا. پس دا رو هم با هم بررسی کردیم. پس این سه تا حرف رو با هم بررسی کردیم، فهمیدیم که چه در واقع خیلی مختصر با هم فرق دارن، ولی گفتم هر کدوم رو میتونی جای اون یکی استفاده کنید. قانون محکمی نیست که حتما اینو اینجا استفاده که حتما اونو اونجا استفاده کنید، نه. و اینکه یه چیز اضافی هم برای شما آوردم، مخصوص بچهای بتسوای هست، اونم تومال هست. حالا تومال چیه؟ نوشتم برای یک علت یا سبب مهم یا ویژه، یک علت مهم، یک علت ویژه در جمله وابسته بازم استفاده میشه. معمولا برای نوشتار و متون رسمی استفاده میشه، اما به ندرت در صحبت کردن ازش استفاده میشه. معنیش چیه؟ بخوایم تو جمله اینو معنی کنیم این کلمه رو، معنی به ویژه این که، به خصوص این که. حالا مثال رو ببینید. Bei diesem Regen gehe ich nicht nach draußen. میگه در این بارون من بیرون نمیرم. به ویژه این که zumal ich keinen Regenschirm habe. به ویژه این که، به خصوص این که یک علت ویژه رو داره میگه که چی؟ به ویژه این که من چتر ندارم. پس یه جورایی انگار داره یه دلیلی میاره برای بیرون نرفتنش. اگه چتر داشت شاید میرفت بیرون، ولی چون چتر نداره بیرون نمیره.
در واقع یک علت ویژه، شما در واقع اینجوری معنیش میکنید، به خصوص این که من چتر ندارم. اوکی، این هم از سومال برای بچه های بت وای. اگه استفاده کنید تو متناتون بسیار میتونه براتون نمره خوبی بیاره تو بخش نوشتاری مخصوصا. خب بچه ها، اینم از آخر فیلم ما. امیدوارم که این درس رو دوست داشته بوده باشین. چقدر سخت شد. اگه دوست داشتین حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید که افراد بیشتری ببینن، که منم انرژی بگیرم برای ادامه مسیر. تا درس بعدی، ویدیو بعدی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فعلا چیرز.